سحرخیزان که این پاس رو داد، پاس خوبی هم شد، موقعیت برای استقلال تهران و توی دروازه گل برای استقلال. رامین رضاییان ضربه بلند میفرسته به تیر دو، از همه عبور کرد. کوشکی توپو در اختیار گرفته، یه ضربه بسیار زیبا، چه گلی زد، چه داره نازون داخل محوطه جریمه، راه بسته است، بر میگردونه. حالا اونجا ضربه سر و دروازه باز شد، حساب کار 3-2 میشه. سال بلند نفوذ کرده رامین رضاییان، ضربه سر رامین رضاییان، 3-3 مساوی در دقیقه. ارسال بلند به محوطه جریمه، یاسر آسانی حالا توپو در اختیار گرفته، موقعیت بعدی برای استقلال. آسانی حالا میزنه و بالاخره گل برای استقلال. یاسر آسانی دروازه رو باز. یاسر آسانی پشت توپ، حرکت این بازیکن، آسانی میزنه، گل دوم برای استقلال. بازی حالا 2-2 مساوی میشه و تشعشعات باریک نور و امید. کمانکا صاحب توپ هستن پشت محوطه جریمه، مهران احمدی و شوتی که میزنه و توپ درون دروازه قرار میگیره. گل اول رو استقلالی ها به ثمر میرسونن و مهران احمدی هر چی دارم باید بذارم. منیر حدادی شوت میزنه، حالا گل به ثمر میرسه. منیر حدادی نتیجه بازی رو 1-1 مساوی میکنه. از اونجا شک بگیره، حرکت پا به توپ خوبی که استقلالی انجام دادن، بردن برای آسانی رو پای چپش، خطرناک ضربه رو میزنه و دروازه باز میشه. حساب کار 1-3 به سود استقلال. بازم یاسر آسانی براش. حالا باید بزنه یاسر آسانی با پای چپ میزنه و توی دروازه گل برای استقلال به ثمر میرسه. زننده گل یاسر آسانی دقیقه 42. غلامزاده پنالتی گیر هست. ببینیم در این صحنه چه میکنه که توپ از کنار دستش به درون دروازه میره و گل دوم استقلال به ثمر برای استقلال در محوطه جریمه است. پشت محوطه محکم ضربه‌اش رو میزنه و توی دروازه گل برای استقلال به ثمر میرسه. حرکت میکنه یاسر آسانی، ضربه رو میزنه و توپ درون دروازه قرار میگیره. 1-0 برای استقلال. باز هم یاسر خوب توپ کماکان در اختیار بازیکنان استقلاله. مهران احمدی توپو رد میکنه برای علیرضا کوشکی، توپو در اختیار گرفته. علیرضا کوشکی ارسال، ضربه سر و توپ درون دروازه قرار گرفت. 2-0 برای استقلال. منیر حدادی کنترل توپ میبره به سمت چپ. منیر حدادی یه ارسال دیگه، ضربه سر و گل سوم. اینم گل سوم و علیرضا کوشکی حساب کارو. بازم اشتباه، یه موقعیت برای سحرخیزان، اون اشتباه قبلی این بار جبران نشد. نعمتی چند دقیقه قبل همین حرکت رو انجام. داور حالا اجازه رو میده، آسانی رو پای چپش دروازه رو باز میکنه. گل برای استقلال به ثمر میرسه. دقیقه 8 مسابقه 1-0 بازی به سود جریمه. نگاهشون به این صحنه هست، آسانی میزنه با گل برای استقلال روی ضربه پنالتی یاسر آسانی و استقلالی. حالا 1-3 ضربه سرکش کماکان آسانی، موقعیت برای استقلالی ها چه کار خواهند کرد، چه توپی گرفت، چه موقعیتی و گل برای استقلال. خاطره آیاندو پاتوسی، قلیزاده در توپ ارسال خواهد کرد. این اتفاق حالا میفته. یه موقعیت گل، خدای من، آبی های پایتخت با سامان فلاح تور دروازه رو میلرزونن و امضای اول رو در شهید نصیری. کوتاه برای منیر، مجددا آسانی، این ارسال روی دروازه، دفع توپ، جلالی حالا میزنه و بالاخره توپ تبدیل به گل میشه. گل برای استقلال. ابوالفضل علیرضا کوشکی با چه سرعت در اضافه میشه. جلالی حالا پاس برای سعید سحرخیزان و شوت تماشایی این بازیکن. سعید سحرخیزان بازی رو 2-0 میکنه. قلیزاده، موقعیت هست برای استقلال، خود قلیزاده پاسش برای نازون، حالا این ضربه و گل سوم برای استقلال. میداره اسلامی از پشت محوطه جریمه، ضربه و توی دروازه گل برای استقلال تهران.
اولین گل به ثمر میرسه و نتیجه 1-0 میشه. روزبه چشمی که دونده کار میکنه، یا پاس رو به بیرون، فرصت است واسه استقلال. یاسر آسانی، حالا این ضربه سر، چه گلی، چه ضربه سری و چه کسی این گل رو زد. کن رو دستش، فرصت هست درون محوطه، یه صحنه مشکوک که کاملا نزدیکه. حسن اکرمی، ارسال بلند، بازم تیر دو، این ضربه سر، روزبه چشمی، گل واسه استقلال. روزبه‌ای که برگ برنده استقلالیا تو لحظات حساسه.